زن نزد پیغمبر آمد: ای پیغمبری خدا، میخواهم که شوهر کنم، چی اجازت میدهی؟ چی خدمت کنم؟ آیا وظیفه های شوهر چی است؟ رسول اکرم چی گفتن؟ لو کان من فرقه الى قدمه صدید فالحسته المرأة ما عدت شکره. پیغمبری خدا گفتن: ای خواهر، گفتن شوهر میکنی؟ گفت بله شوهر میکنم. گفتن حق شوهر این است که اگر از تار سر شوهر تا کف پای شوهر اگر زرداب باشد یا خون باشد، اگر تو زبان خود براری، فالحسته، اگر پاکیزه بدن همین شوهر، تا حال شکرانه شوهر به جا آوردی، تا حال تو شکر شوهر به جا آوردگی نیستی، اگر چند همین عمل قبیح را، همین عمل دشوار را تو اگر به عهده گیری و اگر انجام دهی. این گونه بودن زنها. قصه ام سلیم چه قصه ای هست که عبرت آمیز است برای همه زنهای روی دنیا. موردی گفتنش آمد، نگاه کنید که در کدام حالت ام سلیم با شوهر خود خانه‌داری میکند، کدام حالت بالای ام سلیم آمده بود. ام سلیم این مادر انس است. حضرت انس مادرش ام سلیم بودند. پدر انس وقتی از دنیا میگذرد، ام سلیم به شوهر میماند. یک زمان از ام سلیم سپری می شود از مادر انس و مادر انس شوهر می کند. شوهر دویوم او ابو طلحه می باشد. ابو طلحه بسیار آدم خدا ترس بودند، بسیار آدم خدا جوی بودند و باغ کلان هم داشتند. میگوید وقتی که ابو طلحه را گرفت، بعد 1 سال گذشتن، ام سلیم باز صاحب یک فرزند شدند از این شوهر دویم، که این فرزند را نامش را گذاشتند عمیر. عمیر نام گذاشتند. عمیر میگوید روز به روز دسترویک میشد، کلان میشد. چی در نزد پدر و مادرش عزیز بود، بسیار پدر و مادر دوستشان میداشتند. حتی پیغمبر خدا میگد گاه می آمد همین عمیر را میگد، همین فرزند ابو طلحه را نوازش میکرد، با او بازی میکرد، او را مذاق میکرد. باری میگد همین عمیر بیمار شد، بیماری تب. ابو طلحه میگد روزا روزدار بود، بیگاهی به خانه می آمد و میپرسید که عمیر چگونه هست، از حال او میگه خبر میگرفت. گاه روز میگه تبش بلند میشد، گاه روز تب عمیر پس میشد. خاصه از بین هفته گذشت یا 2 هفته گذشت، یک روز میگه همین ابو طلحه از پی صحرا شدن، از پی کار شدن که فرزندشون عمیر تبش بلند شد. تب بلند شد و مادرش ام سلیم اطراف فرزندش میدوید، دوایی میکرد، دوستداری میکرد، آب خنک می آورد. لیکن قضای الهی بوده است، عمیر از دنیا میگذرد. میگفت قسمی بیگاه بود، آمد ابو طلحه بود. در حال میگد این ام سلیم این فرزند خود عمیر را میگد غسل داد، تازه کرد و در کفن میگد گرفت و برد در خانه دیگر گذاشت. وقتی بیگاه شد میگوید که این ابو طلحه که آمد پرسان کرد. اولین سوالی که کرد حال عمیر چگونه است، فرزندمان چی خیل شد؟ ام سلیم چی جواب دادند؟ میدانستند که ابو طلحه روزدار است. گفتند امروز نظر به پیشینه کاملا خوب است و الحال ابو طلحه استراحت دارد، خوب می شود که از حال او دیگر خبر نگیری. ابو طلحه میگد با یک دلی پور چیکار کردند؟ رفته در خانه ای که دائم طعام میخوردن نشستند و ام سلیم میگوید طعام آوردم، روزه را کشادند
شب میگوید در پهلوی این ابو طلحه خواب کردم و حتی با ابو طلحه خانه‌داری کردم. کی میتواند؟ چگونه زن میتواند که در خانه‌ای که در پهلوی او هست فرزند او وفات کردگی هست، یگانه فرزند او، در همین خیل حالت باز شوهر خود خدمت میکند، به شوهر سیر آشکار نمیکند. برای چی؟ تا که ابو طلحه روزدار است. اگر من گویم که وی وفات کرده است، این الک غمگین میشود، یعنی اشتهای او میگردد، طعام نمیخورد و ضعف و بی‌قوتی ابو طلحه را فرا میگیرد. گفته چی یک نیتهای نیکی در مینه سری سلیم دور میگشت. همون شب خانه‌داری کردند. میگد قسم سحر شد. زنهای اون زمان عادت داشتند که پیش از شوهر میخیزند و آب طهارت برای شوهر آماده میکردند. امروز کم است آن زنهایی که برای شوهر آب طهارت گیرند، کم است. شوهر میخیزد، خود میرود طهارت میکند، تا حال زن خواب است. بعض زنهای دیگر حتی که اگر آمده جماعتی بامداد میخوانیم میریم، تا حال برزگاه خواب است، بیدار نیست. اونها این عادت نداشتند. در حال میگد بیدار شدند، از پهلوی شوهر خیستند، به نیت آب طهارت خیستند، لیکن مادامی که مادر بودند دلشان طاقت نکردند. گفتند ابو طلحه گفتند اگر مبادایی که یگان کس یک ودیعت، یک امانت به ما و شما دهد، مثل خواه بیل است، خواه تیشه است، خواه لباس است، و یک مهلت برای او به ما و شما جدا کند، آیا او را گرداندن دادن لازم است یا نه؟ ابو طلحه گفتند البته امانت باید خیانت کردن در کار نیست. امانت چیزی هست که باید در حال به صاحبش گردانده شود. گفت ابو طلحه گو آگاه باش که امشب همون امانتی که فرزند ما و شما عمیر بود جان را به حق تسلیم کرده بود. من نخواستم که تو را آگاه کنم، زیرا تشویش بالای تو میشد. تو آدمی روزدار بودی، تو آدمی مانده بودی، از این خاطر ما وی را غسل دادم، کفن کردم. الحال برای تو خبر میدهم. ابو طلحه میگوید غضبناک شدند، از جای خود خیستند و دوان نزد استاد خود، معلم خود، سرور خود، راهبر خود حضرت محمد صلی الله علیه و سلم روانه شدند. آمدن نزد پیغمبر شکایت کردند پیغمبر خدا این حالت دیروز بیگاهی بالای فرزند من رخ داد، لیکن زن من این حالت را برای من بیان نکرد، این چی میشده باشد؟ پیغمبر خدا گفتند خوش به حالت ای ابو طلحه که چی زنی مسلمان را تو صاحب هستی. امشب این خانه‌داری که شما کردین پیغمبر خدا به نور نبوت دانستند. گفتن از این نطفه شما، از این خانه‌داری شما بی نهایت فرزند خوب به دنیا می آید. صحابه ها حکایت میکنند که وقتی پیغمبر از دنیا گذشتند این زن فرزند را تولد کرد به نام عبدالله، که بعد این عبدالله میگوید باز 8 بچه دیگر تولد شد، 9 بچه شدند که همه اینا حافظ قرآن بودند. همه این به خاطر چی آمد؟ به خاطر احترام شوهر آمد، احترام سلیم از برای شوهرش آمد. این 9 تا حافظ قرآن، این حزل نیست، این شوخی نیست. خداوند با همون زن نصیب میگرداند که اگر احترام شوهر داشته باشد، با قدر شوهر میرسیدگی باشد. چگونه زنهای خوبی بودند، چگونه زنهایی بودند که با شوهرهای خود این گونه معامله ها را میکردند. میگوید اسماء در حکایت صحابه میگذرد، اسماء میگوید فرزند یزید انصاری بود. بار میگوید نزد پیغمبر آمدم و گفتم پیغمبری خدا پدر و مادرم فدای جان تو باد، من نماینده از بین زنها هستم، مرا نماینده انتخاب کردند و با پیش جناب شما روان کردند تا که از تو من سؤال دارم. گفتند چی سؤال داری ای اسماء؟ میگوید اسماء گفتند پیغمبری خدا تو هم پیغمبری مردها هستی هم پیغمبری زنها هستی،
گفت بله من هم پیغمبر مردها هستم هم پیغمبر زنها هستم. گفت ای پیغمبر خدا امروز مردها نماز جمعه میخوانند، مردها نماز 5 وقته جماعت میخوانند، امروز مردها نماز جنازه میخوانند، امروز مردها عیادت بیمار میکنند، امروز مردها حج میکنند، امروز مردها عمره میکنند، امروز مردها از همه بزرگ جهاد میکنند و ما در خانه مستور هستیم، با ستر هستیم، در خانه نشسته هستیم، فرزندهای اونها را در شکم خود میبرداریم، شهوت اونها را میشکنیم، لباسهای اونها را میشوییم، لباسهای اونها را میدوزیم. ای پیغمبری خدا باز بازم این مردها در ثواب از ما گذشتند. رسول اکرم میگوید طرف اصحاب گشتند گفتند آیا در بین زنها چنین سوال کننده را میابید یا نه؟ این سوالی که این زن کرد آیا از زبان هیچ زن شنیدگی هستین یا نه؟ گفتند نه پیغمبری خدا اولین سوالی است که ما از زبان اسماء شنیدیم. رسول اکرم چی گفتند؟ ای اسماء، گفتند رفتن نزد همه آن زنهایی که تو را برای خود نماینده انتخاب کردند، با همه زنها آگاه کن که اگر زن جهاد کند، اگر چی مقدار ثواب گیرد، شما هم همون ثواب میگیرین در حالتی که اگر احترام شوهر داشته باشید. 5 وقت نمازی که شوهرها میخوانند و آنها هر روز 135 ثواب از خود میکنند، شما هم همون ثواب در خانه میگیرین اگر احترام شوهر داشته باشید. اگر شما شوهر قبول کنین، با زبان خود آنها را آزار ندهین، با چهره های ترش خود دماغ آنها را ویران نکنید، شما هم همون ثوابی که امروز مردها چه از حج باشد، چه از عمره باشد، چه از نماز باشد، شما هم صاحب میشوید وقتی که اگر احترام شوهر داشته باشید. لیکن هزار افسوس امروز شوهرها را میبینی بیچاره چه عرابه میکشند، چه ماشین میشوند، چه در قدهای راه خدمت مردهای دیگر را میکنند. یعنی همه برای بهبودی زندگی هست. یکی وقتی بیگاه می رود شاید بیچاره به 1 سامان رود، شاید به 2 سامان رود، شاید به 5 سامان رود، شاید روز هیچ برار نشود، بی پول رود. لیکن از آزار زنها چه مشقتی دارد. برابر قبول شدن حالان که خوش آمدی، مرحمت، چیکار کنیم ای شوهر، خسته نشو، انشاءالله این مشکلات ها دور می شود. این گپ های نیک ماندگی چه عذاب های با زبان نسبت شوهرها می دهد. روز میگوید پیغمبر خدا عایشه را فریاد کردن عایشه نزد من بیا و گفتن ایما امرأة کلفت زوجها فی نفقتها ما لا یطیقه لم تنلها رحمت ربی وليس لها شفاعت یوم القیامت. ای عایشه گفتن آگاه باش، کدام زنی که اگر با زبان خود شوهر خود آزار میدهد یا از شوهر خود آن مقدار مال طلب میکند که ما لا یطیقو، شوهر طاقت او را ندارد و این زن طلب کرده ایستاده است، لم تنلها رحمت ربی، یقین داند که رحمت خدا بالای این زن نمیبارد. ولیس لها شفاعت یوم القیامت، و این زنی که شوهر خدا آزار میدهد این از شفاعت من روز قیامت محروم است. این زنها امروز وجود دارند. امروز چی دعوتهای از مردها میکنند، چی تشکیلیهای طلب میکنند که مردها طاقت او را ندارند، چی گناههای از شوهرها طلب میکنند، چی راه معصیت طلب میکنند که همین کار انجام میدی، همین معرکه را میکنی، فلانی را در خانه من حاضر میکنی، حالان که این گناه است. شوهری هست که خدا ترس از میگن من حاضر نمیکنم، لیکن شوهر او را زن پیوسته آزار میدهد، چی به زبان باشد و چی به دست باشد. وای به حالش که البته اونها وارد جنت نمیشن. این دنیا یک دنیای است که بی نهایت قلیل است، بی نهایت کم است. زود است که این شوهر و این زن در پیشگاه خداوند راست میشوند. اون حالت این زن 1000 پشیمان که شود دیگر پشیمانی نزد آتش دوزخ هیچ فایده ندارد. پشیمانی این دنیا را فایده دارد، احترام در این دنیا فایده دارد، اون دنیا دیگر پشیمانی و احترام دیگر هیچ معنی ندارد.
حتی بین رسول اکرم میگوید لا تؤذی امرأة زوجها فی الدنیا الا قالت لها زوجته من الحور العین. وقتی میگه در دنیا مردک زیر تحقیر زن قرار دارد، یعنی پیوسته شوهر آزار میدهد، پیوسته سخن شوهر قبول نمیکند، با شوهر دائم با زبان درشت خود معامله میکند، رسول اکرم چی گفتند؟ گفتند که این مردها در جنت زنها دارند به نام حور العین. همان حور العین، همان حورهای جنتی وقتی این معامله بدی زنها را که در دنیا نسبت شوهرها که میدیدند چی میگفتند؟ به زن چی میگفتند؟ قاتلک الله. این چی یک سخنی سختی از جانب حورهای جنتی نسبت زنهای دنیوی است. قاتلک الله فانما هو عندك الدخیل یوشک ای یفارقک الینا. میگفت است که ای زن دنیایی، اینقدر شوهر آزار میدهی، اینقدر شوهر خوب قبول نمیکنی، قاتلک الله، خدا تو را قتل کند، خدا تو را هلاک کند. فانما هو عندك الدخیل، یقین بدان ای زن دنیایی که این شوهر در نزد تو موقت است، این در نزد تو مهمان است. یوشک ان یفارقک الینا، زود است که تو را ترک میکند ای زن دلازار و نزد ما میآید. این حورهای جنتی نسبت همون زنهایی که در دنیا معامله دارند انا این گونه معامله میکرده. لکن چگونه ای که سر آغاز صحبت ما و شما در باب دعوت کردن زن به سوی جایگاه خواب بود و زنها اگر قبول کنند از حدیث هایی که به شما بیان کردم انشاءالله اونها برخوردار می شوند، اگر قبول هم که نکنند آن وعیدهایی که خواندم چی می شوند؟ سزاوار می شوند. لکن باز به شما خاطر رسان می کنم که جوانای عزیز، من باور کنین از این خدچه ها و از این مراجعت های زنها به خلاصه آمدم که به شما همه خبر می دهم، چگونه ای که در جمعه پیشین به شما خبر دادم که خانه‌داری ها را باید که با طریق برنامه های تلویزیونی نکنین، خانه‌داری هاتون مثل خانه‌داری های غربی ها نکنین، اینا حرام هستند. شما تقلیدی به مردم غرب نکنید. ملت را رفت چون آیین زده است، ملت را رفت چون آیین زده است، مثل خاک اجزای او از هم شکست. هستی مسلم ز آیین است و بس، باطنی دینی نبی این است و بس. خدا رحمت کند محمد اقبال لاهوری را. میگوید از مردم غرب شما پیرو نشین، آن دین و آیین و آن رسم و اصولی که داشتین با او رفتار کنین.